مصدق زعیم عالی قدر شرق، نویسنده قاسم قرداغی، تدوینگر سعید فرهادی، راوی مهسا بدیعی. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد به قدر تشریفی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری‌هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت‌ها و مسائل توأم و همراه بوده است و در همه این موارد ملت ما موانع و مشکلات را با بردباری و شکیبایی تحمل و تلقی کرده و سرانجام از اون پیروز و سربلند بیرون آمده است. می توان گفت که در تاریخ معاصر ایران نوشتن و گفتن درباره مصدق نه تنها نیازمند مطالعه وسیع در زمینه تاریخ معاصر است، بلکه نیاز به جرأت بسیار زیادی هم دارد، چرا که درست است که تاریخ را فاتحان می نویسند، ولی با این حال تحولات تاریخ معاصر ایران و به خصوص حوادث دهه‌های آغازین این قرن به قدری پیچیده و در هم تنیده است که غالب و مغلوب آن دائما تغییر موقعیت می دهند و برای رسیدن به اهداف خود مدام خدعه‌ای جدید برای تکفیر رقیب تدارک دیده و می پرورانند. لذا برای رسیدن به حقیقت لازم است ضمن بررسی سخن موافقان هر یک از جریانات سیاسی پیوسته سری هم به نظرات و باورهای مخالفانش بزنیم، چرا که به گفته مارگوت بیگل گاه آنی که ما را به حقیقت میرساند خود از آن عاری است. هدف این گفتار به هیچ عنوان بت تراشی و بت سازی از یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه قصد داریم در حد امکان با گشودن قسمت‌هایی از تنیدگی حوادث دوره‌ای از تاریخ قدم کوچکی برای ممانعت از ذبح یکی از نخبه‌های سیاسی معاصر ایران برداریم. در میانه قرن 13 شمسی در محله سنگلج تهران کودکی متولد شد که همراه با سرنوشت پرفراز و نشیب خود مسیر حرکت سیاسی و اجتماعی ایران را نیز به چالش کشید. سیاست مداری که درایتش صرف سربلندی مردمش میشد و تغابنش صرف رهایی میهن از غارت استعمارگران. گاهی این دو چنان در هم میامیخت که حتی همراهانش هم به شبهه میافتادند و به جمع دشمنانش میپیوستند. نام مصدق همواره با دو نهضت گره خورده است: نهضت ضد استعماری معاصر و نهضت ملی کردن صنایع. از جمله اقداماتش در ملی کردن صنایع میتوان به ملی شدن صنعت شیلات ایران اشاره کرد که یکی از گام‌های بزرگ در استقلال ایران و نتایج موازنه منفی مصدق به شمار می‌آید. اقدام مهمی که در تاریخ کمتر به آن پرداخته می شود و ملی شدن پرماجرای صنعت نفت. نهضتی که مصدق را به یکی از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر تبدیل می کند که نه تنها در ایران بلکه در بین کشورهای جهان سوم او را به مبارزی شجاع،
سرسخت و تحسین برانگیز در مقابل استعمار انگلیس تبدیل می کند. استعمار ستیزی که با سیاست موازنه منفی الهام بخش رهبران بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچون مصر می شود. او با اجرایی کردن تفکر ملی شدن صنعت نفت، الگوی بزرگ مبارزه اقتصادی با استعمارگران جهان و به باور بسیاری زعیم الشرق می شود. اما مخالفت مصدق با حضور انگلیس ها در ایران به سالها قبل از ملی شدن صنعت نفت برمی گردد. انگلیس ها که تجربه موفقی در ایجاد ناامنی و تأسیس پلیس خود به بهانه حفاظت از منافعشان را در کشور هندوستان داشتند، با طرح آشوب و غارت‌های ساختگی در مناطق جنوب ایران قصد ایجاد نیروی پلیس و حراست از منافع خود را داشتند. مصدق جوان با پی بردن به قصد انگلیس ها اعلام کرد که اگر راهزنی یا موردی در راه صورت می گیرد باید آن را به والی آن منطقه گزارش کنید و خودتان نباید هیچ گونه اقدامی انجام بدهید، چون ما مسئول حفظ امنیت هستیم و وظیفه ماست که آن را انجام دهیم. که این موضوع را عده‌ای بهانه قرار داده و آن را سرکوب قیام علیه انگلیس ها در جنوب توسط مصدق بیان می کنند. سالها بعد این تقابل در جریان تعطیلی مجلس نیز اتفاق می افتد. مصدق در ادامه اجرای طرح‌های موازنه منفی به دنبال محدود کردن دست شرکت انگلیسی از منابع نفتی ایران است. از طرفی خود نیز می‌داند که اداره این حجم از فعالیت‌ها و معاملات از عهده ایران خارج است. چرا که ایران نه ناوگانی داشت و نه می توانست در این حجم بازاریابی کند. لذا آخرین خواستش این بود که مانند شرکت‌های آمریکایی فعال در کشورهای عربی نفت را به صورت 50-50 معامله کنند. در عربستان شرکت‌های آمریکایی مانند تگزاکو 50-50 پول نفت را محاسبه می‌کردند. اما انگلیس ها قبول نکردند، چون در این صورت مجبور می شدند در معامله با کشورهای دیگر هم همین قوانین را اجرا کنند. آمریکایی ها در زمان ترومن واسطه شدند تا قائل را بین انگلیس و ایران خاتمه دهند که انگلیس ها پیشنهاد جدیدی به مصدق دادند و آن این بود که بعد از فروش نفت آن را 50-50 تقسیم کنند. مصدق این پیشنهاد را به شرط حسابرس بودن طرف ایرانی در تمام معاملات قبول کرد، ولی انگلیس ها این شرط را نپذیرفتند. چرچیل مدعی بود که نفت را ما کشف کردیم و امتیاز انحصاری آن با ما است. از طرفی هم قرارداد دارسی را با ایران داریم که مجلس ملی و رضا شاه پادشاه مملکت آن را امضا کرده است. به دستور مصدق حسین مکی شیر نفت جنوب را بست و انگلیس ها را بیرون کرد. سپس مصدق خود شروع به فروش نفت کرد. هیچ کشوری از ایران نفت نخرید، چون حمل و نقل دریایی در اختیار انگلیس ها بود و تمام شرکت های طرف مقابل انگلیسی و آمریکایی بودند. تنها یک شرکت ایتالیایی وارد معامله شد که آن هم در دریا توسط یک فروند هواپیما مورد تهدید قرار گرفت. بنابراین مصدق برای جبران رکود اقتصادی شروع به چاپ اوراق قرضه کرد تا بتواند چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند.
سال بعد مصدق در دادگاه لاهه در دفاع از حق ایران مدعی شد که در زمان امضای قرارداد پادشاه با کودتا سر کار آمده بود و آن مجلس هم دستچین همان پادشاه بوده. لذا قرارداد فاقد وجهه ملی و قانونی است. مصدق با توجه به اطلاعات حقوقی که داشت دادگاه لاهه را متقاعد کرد که نمایندگان مجلسی که قرارداد دارسی را تصویب کرده و امضا کردند نمایندگان واقعی مردم نبودند. در پی تلاش‌های خستگی ناپذیر مصدق و تیم ایرانی طرف دعوی و با توجه به نگاه دنیا به نتیجه این دادگاه، رأی به نفع مصدق صادر و نفت ایران ملی اعلام شد. این پیروزی و تأثیر آن در کشورهای خاورمیانه در مبارزه با کشورهای استعماری فعالیت‌های خرابکارانه عوامل انگلیس را در ایران شدت بخشید. اشرف پهلوی با کمک انگلیس‌ها حزبی درست کرده بود که کارش آن راه اندازی میتینگ‌های ساختگی در به انحراف کشاندن فعالیت‌های حزب توده بود و در همه جا خود را به عنوان حزب توده معرفی می‌کرد و فعالیت‌های انحرافی انجام می‌داد و مردم را به حزب توده بدبین می‌کرد. مثلا بر روی سر یک سگ عمامه می‌گذاشتند و در خیابان می‌چرخاندند و یا نیمه شب به خانه کاشانی سنگ پرتاب می‌کردند و با این کار اینطور القا می‌کردند که اگر توده‌ای‌ها سر کار بیایند چنین رفتاری با شما خواهند داشت. با این کار آنها را هم مخالف مصدق می کردند و در بین آنان هم از مصدق و هم از توده‌ای‌ها وحشت ایجاد می کردند. از طرفی هم حزب توده به لحاظ سازمانی بسیار قوی بود و افسران زیادی عضو آن بودند. ولی مشکل اینجا بود که آنها قادر به تحلیل مسائل جاری نبودند و هنوز به این موضوع پی نبرده بودند که مصدق طرفدار آمریکاست یا ضد آمریکا، چون مصدق برگزاری تظاهرات حزب را ممنوع کرد که این کار از دید آنان همسویی با آمریکا و انگلیس بود، در صورتی که مصدق با ایجاد موازنه منفی نه با شوروی سازش داشت و نه با غرب، بلکه میخواست از تضاد آنها استفاده و آنها را روبروی هم قرار دهد و امتیاز بگیرد. این موضوع را توده‌ای‌ها نمیتوانستند حلاجی کنند و متوجه شوند، لذا او را طرفدار آمریکا به حساب می آوردند. همچنین زمانی که حزب توده راه پیمایی‌هایی راه انداخته بود، در بین آنها افراد به ظاهر توده‌ای که به حزب اشرف تعلق داشتند شروع به خرابکاری کرده و مجسمه ها را پایین می کشیدند و باعث ایجاد هرج و مرج می شدند. از طرفی هم انگلیس از این آشفتگی ها برای ترساندن آمریکا از توده‌ای شدن ایران و در نتیجه خارج شدن کنترل آن از دست بلوک غرب استفاده ابزاری می کرد. بهانه انگلیس ها این بود که کنترل مملکت از دست مصدق خارج شده و در حال حاضر کشور در دست توده‌ای هاست. در این بلبشایی که راه افتاده بود معلوم نبود که چه کسی در سمت واقعیت و چه کسی به نفع منافع کشور فعالیت می کند. لذا مصدق دستور داد که جلوی این تظاهرات گرفته شود و برگزاری تظاهرات این حزب را ممنوع کرد. در آن زمان آیزنهاور که فردی ضد کمونیست بود
در آمریکا به قدرت رسیده بود. با استفاده از این حوادث او را متقاعد کردند که دولت ایران بر کشور احاطه ندارد و هر آن ممکن است کمونیست ها قدرت را در دست بگیرند. آمریکایی ها هم به وحشت افتادند و با فرض اینکه مصدق نمیتواند این وضعیت را کنترل کند، سقوط دولت مصدق به وسیله کودتا را طرح ریزی کردند. در آن مقطع چندین جناح در کشور فعالیت داشتند. در مقطعی مذهبیونی مانند بهبهانی و کاشانی که به دنبال کسب قدرت بودند و با آنکه مدتی کوتاه هم حتی طرفدار مصدق بودند، ولی مصدق به آنها روی خوش نشان نداد، چون مصدق شیوه مذهبی را در اجرای قوانین پیش نمی گرفت و در برابر درخواست‌های آنان مبنی بر ممنوعیت مشروبات الکلی و محدودیت زنان جوابش منفی بود. لذا کار به جایی رسیده بود که بهبهانی، پسر آیت الله بهبهانی معروف، با پول هنگفتی که از CIA گرفته بود کار شکنی های زیادی را انجام میداد. حمایت دربار از روحانیون که برای سفت کردن جای پای خود به آنان رو آورده بود نیز کار را مشکل تر می کرد. از نمونه های حمایت و مخالفت های مقطعی مذهبیون در آن زمان می توان به شمس قنات آبادی از نزدیکان کاشانی اشاره کرد. در ابتدا او از مصدق حمایت می کرد. در تصویری که مصدق مجلس را منحل کرده، شمس قنات آبادی هم در کنار مصدق ایستاده است. از دوستان نزدیک مصدق و طرفدار مصدق بود. او مدیر روزنامه آتش بود که بیشتر به نفع مصدق قلم میزد، ولی بعد جزو مخالفان مصدق شده بود و جزو اولین کسانی بود که بعد از کودتا در رادیو ظاهر شد و در حمایت از شاه آن شعر معروف را خواند: چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. سیاستی که انگلیسی ها در آن مقطع بازی می کردند بسیار پیچیده و در هم تنیده بود. لذا برای درک بهتر آن دوره نیازمند مطالعه کنش‌ها و خواست‌های گروه‌ها و احزاب مختلفی است که در آن دوره فعالیت داشتند. فداییان اسلام، حزب توده، جبهه ملی، حزب زحمتکشان، حزب ناسیونالیست ها، حزب سوسیالیست های خداپرست و احزاب مختلف دیگری که در پس حوادث مختلف جبهه‌گیری های متفاوتی را داشتند و بعضی تا مقطعی بنا به اقتضای منافعشان با مصدق همراه می شدند. بعضی مانند کاشانی از مصدق جدا شدند و بعضی هم در نقش دشمنان مصدق ظاهر شدند و در نهایت همه اینها منجر به شکست کودتای اول و متعاقب آن طرح و اجرای کودتای دیگر علیه دولت مصدق و سرنگونی آن می شود. بعد از اجرای کودتا، آمریکایی ها برای جبران هزینه های صرف شده سهم خود را از منابع نفتی ایران می‌خواستند و خواهان شراکت در نفت ایران شدند. همچنین با توجه به ضعیف شدن انگلیس به دلیل جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن آمریکایی ها، آنان نیز خواهان ورود به بازی های اقتصادی در خاورمیانه در کنار انگلیس بودند. در نتیجه
بعد از سقوط دولت مصدق، شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی به همراه چند کشور دیگر کنسرسیومی تشکیل دادند و عملیات استخراج و فروش نفت زیر نظر این کنسرسیوم قرار گرفت که سهم ایران در آن بسیار ناچیز شد و کار فروش و اداره شرکت نفت ایران به آن واگذار شد و تا چندین سال ادامه داشت تا اینکه شاه کنسرسیوم را ملغا و خودش کنترل فروش را به دست گرفت. به این صورت که شاه نفت را با قیمت خاصی به کنسرسیوم می‌فروخت و باقی آن را در بازار آزاد که در آن هم طی قراردادهای خاصی کنسرسیوم از نفت ایران سود می برد. در واقع کاری که مصدق برای ملی شدن صنعت نفت انجام داده بود، شاه آن را پنبه کرد. نهضتی که از شرق دور تا مصر تأثیر گذاشت و الگوی مبارزاتی کشورهای زیادی قرار گرفت. در ایران منجر به زندانی، مرگ و تبعید شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر ایران به دست دیکتاتوری دست نشانده گردید. مرگ فاطمی و سخایی و شعله کشیدن کریمپور شیرازی و صدها انسان دیگر از دستاوردهای تلخ این جنبش بود. در پایان این محمد رضا پهلوی قدردانیش را از اربابانش در دیدار با روزولت در 1 شهریور 32 چنین ابراز می کند: من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم. مصدق باید 3 سال حبس شود و بعد هم از دهکده‌اش خارج نشود. حسین فاطمی هم اگر پیدایش کنم اعدام خواهم کرد. و در آن سوی خاور عبدالناصر گفت: من به یاد زعیم عالی قدر شرق دکتر مصدق دست به ملی کردن کانال سوئز زدم. مطالب بیان شده خلاصه ای از کتاب مصدق زعیم عالی قدر شرق نوشته قاسم قرداغی می باشد. از علاقه‌مندان دعوت می شود برای اطلاع بیشتر و وسیع‌تر درباره موارد عنوان شده در این پادکست کتاب فوق را که به زودی از نشر آوای بوف منتشر خواهد شد تهیه و مطالعه فرمایید. avayabooth.com